اکثر خودروها در تاجیکستان به دلیل ارزانتر بودن گاز مایع را استفاده می کنند. اما از آغاز ماه ایول قیمت آن از 4 سامانی و 80 درم به 8 سامانی و حتی 8 سامانی و 20 درم دکه خورد. وزارت انرژی دلیل بالا رفتن ارزش آن را به آن مربوط دانست که توجه به الکترومبیل در تاجیکستان زیاد شده است و طلبات به گاز کم. گاز مایع سبب آن است که اکثریت استحصال کنندگان گاز مایع که ما از دولت‌های همسایه از آن جمله از قزاقستان و اساساً از قزاقستان وارد میکنیم، در همین موسم وایها اکثریت اقتدارهای کارکرد خود را به تعمیر میبرند. در قزاقستان ما آمدیم 2.5-3 سامون. در کجا؟ در قزاقستان. در روسیه چی؟ در روسیه خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بلندشوی بی اساس را مشاهده نکرد. اون چیزی که از بیرون وارد کرده می شود البته تغییراتی در بازار با مشاهده خواهد رسید. ولی صرف نظر از بهانه تراشی های گوناگون مقامات دولتی، تکثیران ها میگویند این نرخ برایشان گران است و خراجات آنها را تقریبا نمی پوشاند. 780 تین گازپروم دیگه زاپرافکا فرق میکنه. گوتاش 830 تین، گوتاش 8 سومو. اكون نسبتی او پیشتره که 540 بود، 570 بود، 5.5 بود. اكون نسبتی و کمتر بلندتره که چیکار میکنه دیگه کار همه چی داره. شرکت های وارد کننده گاز پس از سفر اخیر رئیس جمهوری قزاقستان به دوشنبه به توافق های اشاره میکنند که از نظر آنها گویا با پایین آمدن ارزش گاز مایع هم بی تاثیر نخواهد بود. تاجیکستان گاز مایع را عمدتاً از قزاقستان و مقدار کمی آن را از روسیه و ازبکستان وارد می‌کند. در تاجیکستان 14 شرکت وارد کننده گاز مایع است، ولی نمایندگان چنین شرکت‌ها نمی‌خواهند آشکارا درباره سبب و عامل‌های افزایش نرخ صحبت کنند. این شرکت‌ها 94.2% گاز وارداتی به کشور را از شرکت تنگیز شفرآیل قزاقستان می‌خرد. تاجیکستان در نیم سال گذشته از خارجه بیشتر از 200,000 تن گاز مایع وارد کرده است که نسبت به نیم سال گذشته بیشتر از 12,000 تن کمتر است.